زن مردم تعجب، مولوی صاحب میگه به بازار همراه زنش بود. چرا این گونه تعجب میکنن؟ چون همین گونه برشان تلقین شده که نباید همراه زن به اصطلاح از خانه بیرون شد. تا چی جایی که اگر من قاضی زاده یا امثال من با همسرم برم در یک نمایشگاه اشتراک بکنم، اوهو فلانی رو دیدی با زنش میگرفته در فلان جا اشتراک کرده. طوری زندگی رو میگه برای ما تنگ ساختن که من اگر بخوام به خانه مادرم به خانه پدرم برم، مثل یک فرم عسکری را باید پیش 10 تا ژنرال ببرم امضایش بگیرم تا که بالاخره برم اجازه بدن که من برم به خانه پدرم. برو از خسر جدا اجازه بگیر، از خشوع جدا اجازه بگیر، از ایور جدا اجازه بگیر، از شوهر جدا اجازه بگیر، از مادر کلان و پدر کلان شوهر جدا اجازه بگیر، از هر کدامش جداگانه. چه قسم زندگی کردن است؟ جالب است که طرف آنقدر همسرش لت و کوب کرده، دست و پایش شکسته، تمام وجودش کبود گردانیده، وقتی برش میگی چرا زدی؟ والله مگه اسلام بریم اجازه داده که همسر لت و کوب بکنه؟ تو غلط کردی با این برداشتی؟ کجا اسلام اجازه داده بریم؟ اگر قرار بود همسر لت و کوب بشه، اول رسول الله همسرانش یک جای بیار ثابت بکن که در یک جای پیامبر با همسرش یک حرفی زشت گفته باشه. اون ظرفی که شکسته دوباره خرید میشه، از بازار تهیه میشه. اما اگر انسان شکستی، دلش شکستی، آبرو عزتش بردی، شخصیتش تخریب کردی، برش بی حرمتی و توهین کردی، دوباره ممکن نیست که او را تو پس به حالت اولی برگردان. من از پرسان بکنم، خودت با همسر تو حال شده با تفریح رفته باشی، با سیاحت رفته باشی، با یک نمایشگاه کتاب، نمایشگاه لباس، نمایشگاه، از طرف دیگر امور خانه، رسیدگی به اولاد، میهمانداری، تهیه غذا، مشکلات خانه، قسم به خداوند کاری که یک زن از صبح تا به شام در داخل یک فامیل انجام میده، شاید هیچ کارگری که مشقت ترین کار داشته باشه انجام دادن تو. شما اگر یک به اصطلاح ثبت کیلومتر بر جان یک خانم نصب بکنید، از صبح تا به شام ببینید در داخل خانه چقدر قدم میزنه، شاید بالاتر از 20 کیلومتر تنها در داخل خانه راه رفت. چقدر خسته میشه، نیاز داره او سیاحت و تفریح. سنگ بر سینه میزنی به خاطر پیروی از رسول صلی الله علیه وسلم و هر روز برای مردم دعوت میدی، برای مردم منت میگذاری، راه برای مردم نشان میدی. من ازت پرسان بکنم، خودت با همسر حال شده با تفریح رفته باشی، با سیاحت رفته باشی، با یک نمایشگاه کتاب، تحمل پذیر بود، قهر همسران خود را تحمل میکرد. این خیلی مهمه. همسرت هم انسان است، شوهرت هم انسان هست، اشتباه میکنه، خطا میکنه، قهر میشه، غضب میشه، ناز میکنه برات، گاه وقت تقاضای شاید ممکن مافوق توانت داشته باشه، ولی تو باید همین درک داشته باشه که تحمل بکنی، همین ظرفیت تحمل در تو وجود داشته باشه. ما یک مثال رو بدم. روز از روزها ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها قهر میشه، ظرف غذا رو میگیره محکم به زمین میزنه که توته میشه در پیش روی پیامبر صلی الله علیه وسلم. آیا پیامبر چی میکنه در برابر عمل کرده عایشه؟ لبخند میزند، میگوید مادرتان بر شما قهر شده، یعنی کسایی که در اینجا حضور داشتن، اعضای خانواده. اون ظرفی که شکسته دوباره خرید میشه، از بازار تهیه میشه. اما اگر انسان شکستی، دلش شکستی، آبرو عزتش بردی، شخصیتش تخریب کردی، برش بی حرمتی و توهین کردی، دوباره ممکن نیست که او را تو پس به حالت اولی برگردان.